این مرد که در دنیای زامبی ها گیر افتاده است هیچ غذایی برای خوردن ندارد، اما این دختر میخواهد به او کمک کند. او طنابی را به یک توپ بیسبال میبندد و به سمت مرد پرتاب میکند، اما چون قدرت کافی ندارد به مقصد نمیرسد. ولی مرد با پهبادی که دارد طناب را به دختر میرساند و غذا را تحویل میگیرد، اما وقتی شروع به خوردن میکند متوجه یک اشتباه بزرگ میشود.